شوی پورنو عاقبت به اون آورده میرسوند که شما خواهشتون لیبیدو سوس میشود، ارکسیای شما مردانگیتون ضعیف میشود و یعنی که شما علاقه جنسی کردن نمیتونید. و ما وقتی این چیزا شد صفت زندگی بسیار به مرو میاد، میگه که من پورنوگرافی تماشا میکنم، بسیار تماشا میکنم مثل کینوی ترکی، میگه مردانگی هم ضعیف است، باز خاطره هم ضعیف شده است. کار من نمیفهمم چیکار کرده است. من باید در یک مغازه کار میکنم، مثلا 100 نمود سومکا است، من پیش تز دیادم میگرفتم همون مدل رو، دیگر دیادم نمیگیرم. برای همین دوستان عزیز تستوسترون هم یعنی تماشای پورنو همین چیزا ما یک نوار دیگر باز نصیب و شاید میکنیم برای پورنوگرافی و نویشه ماستورباسیا. اینا هم به نهایت تاثیری گویم که ناخوب میرسوند با تستوسترون. برای همین برای شما توصیه نمیدم. این چنین با نگفتن اومد بسیاری گمان میکنن که تماشای مثلا دختران زیبا در اینستاگرام اون چیزا میبرن اونو تاثیر نمیرسونن، لیکن همونا هم تاثیر میرسونن. حتی اگر شما ولادار باشید خواهش شما نسبت همسرتون اینا گم شدن میگیرن.